شاعر عرب میگوید که این یوسف قرضاوی هم در باب زنا کتاب حلال حرامش یادش میکند، میگوید همه حادثه هایی که جوانها در زنا مبتلا میشوند اولش از نظر کردن سر میشود. اولش از نظری که ما و شما به سوی آن زنهایی که بیگانه هستن برای ما نظر میکنیم، اولی میگد شروع زنا از همین است. و حضرت یک تشبیه آوردن که و معظم النار من مستصغر شرر. ببینید میگن همین آتشی که خیلی کلان میشود اولی پیدایشش میگوید از یک ذره‌چه آتش است. ببین ما و شما همون گوگرچویی که در میدهیم اولش اگر نظر کنیم یک خورده کک است، لیکن وقتی آتش میزنیم میدانها را همه را آتش میگیرد. اولش از چی بود؟ از آتش خرد بود. همین زنای کلانی که خیلی گناهی وزنین است اولش از چی سر می شود؟ از نظر کردن است.